سلام بچه ها، من امروز صبح رفتم خرید. بر اولین بار چای ماچا خریدم با یه شیکر و یه پودر استیک. درست کردنش رو بلد نبودم، بر همین از چت جی پی تی کمک گرفتم. چای ماچا توی پلاستیکی بود، من اونو باز کردم. یه قاشق و نیم چای ماچا ریختم تو لیوان، بعد روش آب داغ، بعد با این دستگاه خوب همش زدم و در آخر شیر رو قاطیش کردم. من که از طعمش اصلا خوشم نیومد. عصر شد، با مامانم اومدیم جگرپزی شهریار که تو تبریز خیلی معروفه. جای همتون خیلی خالی بود. خدافظ.